چند رفتین بابا جون؟ 96 بچه هاتون کمکتون میکنن؟ از همه گناهی که کلان است این عاق پدر و مادر است. نسأل الله السلامت و العافیه. و عاق پدر و مادر این یک گناهی هست که در دنیا هم به بلا گرفتار می شود و در آخرت به بهشت نمی دراید. حق پدر و مادر را کسی ادا نکند، حق کی را دیگه ادا میکند؟ بعضی آدم ها درست است که با بیگانگان معامله خوب دارند، لیکن پدر و مادر را تحقیر میکنند. پدر و مادر وقتی سفارش میدهد به جای خوب گفتن و اطاعت کردن رد میکنند، آواز بلند میکنند، حالان که الله تعالی در قرآن فقط اف گفتن را حرام کرد. ولا تقل لهما اف، و پدر و مادر اف نگو. اف که گفتن ممکن نباشد، از این بالاترش به طریق اولا گناه است. این عاق پدر و مادر شدن است. و قضى ربك الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا. الله تعالی پروردگار تو را امر میکند که او را یگانه پرستش کن، تنها خودش را عبادت و بندگی کن. و بالوالدین احسانا، و به پدر و مادرت نیکی کن. همسایه توحید است در قرآن کریم. بنابراین اگر خواهید که به سرتان بلاها پی در هم آید، در زیر دشمنها، در زیر پای مردها خوار و ذلیل شوید، پدر و مادر خود را خوار و ذلیل کنید. اگر خواهید که در همه جا عزیز باشید، در همه جا کریم باشید، پدر و مادر خود را احترام کنید.